ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 8. از همین قسمت‌های رسیده اویستا نیز بزرگی و محتشمی، پروازی بلندی تفکر، در لباسی بسا عادی و زمینی جلوه دادنی حکمت و فلسفه آسمانگیر احساس می شود. ستایش خداوند و نیایش به وی در پاره‌های اویستا بعضاً تا اندازه صمیمی و به دل نزدیک است که حتی عکسی صدای سرودن، توبه و ندامت نمودن و از پس عفت و پاک دامنی رفتنی پیروان آیین زردشتی بر اعلا احساس می شود. هر کدام این کتاب ها چون دردانه است که ما را به گذشته های بسا دور می برد. از ایمان و اعتقاد، نیایش و پرستیش و مناجات و دعاهای نیاگان ما در ذکر خدای بزرگ و مقتدر اهورامزدا و یاوران وی مواد بسا جالب می دهد. اویستا با نسخه های پیشین و پسین و متن های کهنه و نو، با پاره های منظوم و منصور و سلسله سروده های گرانبهایش مثل بازیافت های خزینه امودریا، صحیفه های ناروشنی تمدن نیاگان ما را برایمان می کشاید. شاید بعضی بگویند که چی نسبتی است میان اویستا و خزینه امودریا و چی سان می توان این دو یادگاری از هم فرسخها دور را پهلوی یکدیگر گذاشت. اویستا قاموسی است که از دوران ولادت تا دمی مرگ نیاگان ما را راهنمایی می کرد. برزگران سرود و آیتهای اویستا در لب بر زمین دانه می کشتند و با مراد می درودند. صاحبانی چارپا و ستور از ایزیدان نگهبانی و افزودن رمه و گله هایشان را تمنا داشتند. هنرمندان و کاسبان آریحه های مقدس را بر تن گیل و گچ و تلاوار و فلوزات تصویر نموده از روح آنها یاوری و مددگاری می جستند. سرلشکران و سپاهیان گیمنها و حماسه های جنگی بر زبان به دشمن حمله می آوردند و از ایزیدان فتح و ظفر می خواستند. پادشاهان و تاجوران با توبه و ندامت خود را به پناه خدای یگانه اهورامزدا سپرده تنجی و آسایش ملک را می طلبیدند. موبدان و کاهنان از پند و حکمتهای این کتاب مقدس وعظ گفته پیر و جوان را سوی طریقت پنداری نیک، گفتاری نیک و رفتاری نیک هدایت می نمودند. و کلی پیروانی طریقت زردشتی وابسته به رسم و آیین در دوام سال و ماه و هفته و روزهای مقرر گشته به آتشکده و معبدها و پایگاه‌های مقدس رفته به شرف اهورامزدا و ایزیدان یاوری وی نظر و نیاز می کردند، مراد می طلبیدند، گشایش کار می خواستند. و شبهه نیست که خزینه امودریا از نظر و نیاز پیروان این طریقت، خیر و پاداش پادشاهان، شهریاران و پیشوایان ملک و لطف و احسان نمایشکارانه کشورگشایان اجنبی گرد آمده بود که می خواستند
با جلوه مقدس داشتن خدایان و ایزیدان کیش زردشتی دل معتقدان را ربوده حکم خود را در این کشور واجب دارند. اگر خزینه امودریا از قضای تاریخ دست به دست گذشته، از چشم تنگی های جاه پرستان به غارت رفته و شکسته و کاسته تا آثارخانه آوازدار بریتانیا رسیده باشد، اویستا نیز از غایت کوتاه‌اندیشی و بی‌فرهنگی کشورکشایان یا از روی غرض نابود ساختن این کتاب مقدس و با همین راه مطیع و فرمانبردار نمودن نیاگان ما بارها به یغما رفته و سوخته و به دریا فکنده شده است. اسکندر عالمگیر نیز نسخه های نادری این کتاب مقدس را سوخته، لوحه های طلایی و متن های زرندودی اویستا را که بر 12,000 پوستی گاوی دباغی شده به زر نوشته بود به سرزمین کوچک و نظرناگیر خود انتقال داده باشد هم قسمتی ناسازگار چندان به او وفا نکرد. لشکرکشی که هنگام نورسی در آرزوی داشتن یک جوشن و سپری طلایی بود نصف جهان را گرفته، در 10,000 خچیر و اسب و شتر و عرابه های محکم و صندوق های فروزی، هیکل و مجسمه های طلایی، زیورالات گرانبها، اشیاهای نادری صنعتی نفیسه و آثار تمدنی نیاگان ما را کشانید و کشانید. عاقبت در پایان عمر چنین وصیت نمود: مرا به تابوتی نهید و تابوت را سوراخ کنید و دستهای مرا از آن سوراخ بیرون کنید، کف گشاده و همچنان برید تا مردمان بینند که اگرچه همه جهان بیستودیم دستهی همی رویم. آری، این لشکرکشی مغرور و شکست ناپذیر که در طول 33 سال عمرش نصف جهان را گرفت و 18 سال عمری بی بازگشت را به جنگ و میدانداری و کشورکشایی ها بخشید، عاقبت از این عالمی بی وفا با دست خالی و دلی پر ارمان رفت. و گمان غالب است که لوحه های زرحرین پوستی برزگاو بر اثر هنگامه های وارثان تاج و تخت در تهخانه خزینه از یادها فراموش گشت و در کندن و شکافتن و خوردن و بردن نوشته های زرندودی اویستا سیله کلمشها سبقت کرده و تویها آراستند. اویستا در طول 100 ساله های افزودن و کاهیدن نفوذ خیش از حدود آسیای میانه تا تخت شاهان آوازدار فارس، دامنهای هندوکوش و ساحلهای بحر خزر و کنارهای دجله و فرات راه گشاده، در میان باشندگان این سرزمین ها باختریان، سغدیان، خوارزمیان، میدیها، فارسها، سکاییها، سکیفها، سرمدها و قوم و قبایل هندی عزیز و ارجمند بوده است. اویستا هنگامی از دهان به دهان، از کشور به کشور، از دولت به دولت گذشتن تعلیمات زردشتی، شاهراه ابریشم و دیگر راه و پیرهه های ممالک شناس و ناشناس را صدها بار از عرض و طول چین و بر کرده است. و این کتاب مقدس علل خصوص هنگامی احیای دوباره و سیبارش در دربار اشکانیان و ساسانیان وابسته به شرایط زیست، عرف و عادت و روحیه خلقیت‌های مختلف، همچنین از تقاضای دور و زمان، غرضهای مذهبی، سیاسی و دولتداری این یا آن امپیریا، مملکت و سلاله ها، گرفتاری تحریر و تکمیل، تغییر متنها
و اختصار و افزودن بندها و پارچه های جداگانه، پرتافتن کلمه و عباره ها شده است. با وجودی چنین افزودن و کاستنها و هنگامه های تاریخی، ارزشی این قاموس نخستین نیاگان ذره نکاسته برعکس رنگ و باری تازه گرفته است. تحقیق متن‌های اوستا و قسمت‌های جداگانه آن نه تنها برای آموزش بخش‌های گوناگون علم تاریخ، زبان شناسی و ادبیات، اساطیر شناسی و حماسه‌های قدیمه، حکمت شناسی و فلسفه، مذهب شناسی و آیین دینی، کیهان شناسی و نجوم، طبیعیات و جغرافیا و ده‌ها ساحه‌های خرد و بزرگ علم کمک می نماید، بلکه از پهلوهای مختلفی بود و باش طایفه‌های آریایی، وسیله روزگار و پیشه آنها، تصورات نیاگان ما اندر نیکی و بدی، پهلوهای مختلف زندگی، سنت‌های خانداری، پرورش فرزند، مقدس دانستن آب و خاک و آتش و باد، پاکیزه و بیگزند نگاه داشتن منزل و مقام زیست و غیره، موادی پرارزش داده منظره تاریخی گذشته های دور را پیش نظر جلوگر می سازد. اکثر عالمان اوستاشناس، بایس، نیالی، نیوبرگ، همچنین مورخان توانا باباجان غفوروف، سید نفیسی، برتلس، براگینسکی و عالم شناخته تاجیک یعقوبوف مکان پیدایش اوستا را به آسیای میانه و شمال افغانستان نسبت می دهند. گمان غالب آن است که اوستا در این سرزمینی فرهنگ خیز در عصرهای 20 تا میلاد به شکل شفاهی، یعنی مناجات و دعاها، نیایش و ستایش، آیت و سروده ها، حماسه و اساطیر از دهان به دهان گذشته تا عهد زردوشت رسیده است. و چنان که در بالا ذکر گردید، زردوشتی وخشور نخستین شده اوستا را از مناجات و سروده های شفاهی و آیت های از دهان به دهان رسیده و یک نظامی معین و شکلی مکمل در آورده به منزلت یک کتاب مقدس کتابت نمود. تکامل من بعد آن در قلمرو اشکانیان پارت و ساسانیان ایران صورت می گیرد. این ادعا را یکی از دانندگان توانای تاریخ و تمدن عهد آریایی ها و آیین زردشتی، عالم بزرگ ایرانی سید نفیسی، در مقاله خود سرزمین پاک نیاگان چنین ابراز می دارد: در شمال و شرقی ایران امروز سرزمینی بسیار حاصل خیز واقع است که ما دلبستگی مخصوص به آن داریم. بسیاری علمای بزرگ عقیده دارند که نژاد آریایی در آن سرزمین در دامنه کوههای هندوکوش در کنار رود جیحون و سیحون آمو و سیر نخستین روزهای زندگی خیش را گذرانیده است. کتاب آسمانی ایران قدیم یعنی اوستا کشوری را نشان می دهد که آب و هوای آن خلد زمین بود و اجداد ما نخست در آنجا پرورش یافتند و به قرینه می توان یافت که مراد همان ارض موجود ایرانیان و همین خط دلکشی سواحل جیحون و سیحون است. عالمان تاریخ عقیده دارند که ما ایرانیان از آنجا آمده ایم و ایران امروزه به منزله خانه دویومی ماست. در زمانی که تاریخ باستانی و اساطیری ما یاد دارند، اسم این سرزمین اغلب برده می شود و نواحی مختلف آن
جایگاه پیشدادیان و کیانیان بوده است. یکی از قدیمترین کتاب‌های اویستا کتاب یسنا می باشد که عبارت از 72 باب گات بوده، از روی خصوصیت‌های زبانی و زمانی آفرینشش با ریگویدای هندوها قرابت دارد. می توان گفت که 8 باب اول یسنا نیایش و ستایش و مناجات و دعاها در وصف اهورامزدا و یاوران او، ایزیدان و فرشتگان، از جمله بهمن، سپندارموز، سروش بخشیده شده است. 3 باب نوبتی یسنا، 9 11 عبارت از تعریف و توصیف و ستایش خعام، نوشابه رستنی نیروبخش است که مزدا پرستان آن را به حیث ایزیدی درمان، قوت و پیروزی می پرستیدند. فشردن و استعمال خعام عملی مقدس دینی به شمار رفته، آن را هنگام قربانی کردن چارپایان برای خدا اهورامزدا در لحظه های طاعت و عبادت می نوشیدند. کتیبه بیستون که در عهد هخامنشیان فارس با امر دارا ثبت شده است، از سکهای خعومورگ یعنی سکایی های ستایش کننده خعام یاد می کند. افشوره خعام را با شیر همراه کردن و گاو و اسب را قربانی نمودنی مزدا پرستان از طرز زندگی مردمی بشارت می دهد که پیشه آنها چارواداری بوده است. گمان غالب آن است که سکایی های خعومورگ و دیگر سکایی های بادیه‌گرد آسیای میانه و پهناهای امودریا به طایفه آریایی ها منسوب بوده، بعدتر کیشی زردشتی و بزرگداشت خدای یگانه اهورامزدا را پذیرفتند. ناگفته نماند که در ریگویدا سرود و مناجات هایی است که به آیت های ایزیدان طایفه های آریایی شباهت داشته، آن را هنگام قربانی و طاعت و عبادت می خواندند. همچنین در ریگویدا سام نام ایزید ستایش می گردد که نگهبان نوشاکی مقدس و وجدآور بوده، از رستنی همنام آن افشرده می شده است. رسوم تیار کردن نوشاکی خعام و استفاده آن چی در یسنا و چی در ریگویدا با هم خیلی شباهت دارند. پیروان دین زردشتیه هندوستان که با نام مغان پارس مشهورند، تا کنون در مراسم‌های دینی و لحظه‌های طاعت و عبادت نوشابه خعام را تیار و استعمال می کنند. باید افزود که اویستاشناس جوان فرانسوی انکیتیل دیوپیران زبان اویستایی و سانسکریت را با هم خیلی قرابت دارند. محض در نزد دستوران موغ و موبدان زردشتی ساکن هند آموخته، سال 1771 ترجمه فرانسوی اویستا را با پیشگفتار و تفسیرات به چاپ رساند. این عملی خیر صرف نظر از بعضی نقصانها اروپاییان را با دین زردشتی و اویستا آشنا نموده، با علم اویستا شناسی کشورهای غرب تکان جدی بخشید. همین طریق ستایش و نیایش خعام چون رسم و آیین مقدس دینی از دوره‌های خیلی قدیم تا روزهای ما رسیده و بسیار مسئله های ناروشنی تاریخی مذهبی زردشتی روشنی می اندازد. در باب سکایی های خعومورگ همین را افزودنیم که برخی از مورخان ساکنان اشکاشیم
نامی سابقش سکاشیم و سیستان سکیستان را از اجداد آنها می شمارند. در بین مردم تاجیک، علل خصوص ساکنان بدخشان و دیگر ناحیه های کنونی تاجیکستان، رستنی خامه با نام خامه بریشم خامه تا امروز معمول است که در طب خلقی چون بخشنده مدار و مواد وجدآور استفاده می شود. اصلاً تفسیر و آموزش مفصل یسنا و بابهای آن کاری محققان و اوستاشناسان بوده. ما برای تقویت فکر و پاسخ گفتن به بعضی سؤالها ناچار به قسمت دیگری آن گاتها روی می آریم. گاتها قدیمترین بخش اوستا و یک پاره ترکیبی یسنا بوده. 17 باب آن را فرا می گیرند. گاتها در آغاز پیدایش سرود و مناجات منظومی بوده. در بین آنها پارچه های نثری جای داشته است. با مرور زمان پارچه های نثری از گاتها افتاده، رابطه پارچه های منظوم تا جای کاسته است. با وجود این گاتها سرچشمه جالبی است که دوره به زندگی مقیمی رو آوردن آریایی ها، علل خصوص ضدیت بین قبیله های مقیمی مشغول زراعتکاری و چارواداری و قبیله های یغما پیشه بادیه‌گرد را خیلی خوب تجسم نموده است. دامنی سخن را دراز نکشیده چند پارچه را از گاتها می آریم. ای مزدا اهورا، آنگاه که به 4 پایان آزادانه راه دادی تا به کشاورزان یا به چادرنشینان پیوندند، سپندار موز و خیردی مینویی پدیدارنده 4 پایان از آن تو بود. یسنا گاتی 31 بندی 9. پس 4 پایان از آن میان کشاورز و گله پروران، پاسبانی منیش نیک را خدایگان خیش دانستند. ای مزدا، چادر نشینی بیابان گرد که با کشاورزی نپردازد، هرچند بکوشد از پیام نیکی تو بهره نیابد. یسنا اهو 90 گات گاتی 31 بندی 10. ای مزدا، منم که با پرستشی تو زنگاری نافرمانی و بدمنیشی را از دلها بزودایم و آزاده را از چنگی خیره سران و کشاورز را از همسایگانی دروغ پرست و پیشوا را از نکوهندگان و سرزنیشگران و چمنی 4 پایان و کیشزار را از دست گماشتگانی بیدادگر و نابکار بیرهانم. یسنا اهو 90 گات گاتی 33 بندی 4. آیا هرگیز دیوها خداوندگران خوبی بودند؟ آنان می بینند که چگونه کرپن و اوسیج و کوی 4 پایان را بر ایشان به خون می کشند. اینان 4 پایان را از روی آیین راستین برای کشایش بخشیدن به کشت و ورز نمی پرورند. یسنا 80 گات گاتی 44 بندی 20. ای زردوشت، کیست آن پاک دینی که در گستریش آیینی بزرگی مغ دوست و یاوری توست؟ کیست آن کس که خواستار است بدین نام
بلند آوازه گردد. آن کس گشتاسپ است که در پایان کار از دین راستین پشتیبانی خواهد کرد. یسنا خاطی 46 بندی 14. در گاتها نامی زردوشت، دختری او پاوروچیسته، دامادش جاماسپ، نام اولادش سپیتامه، حامی و پیروی او گشتاسپ، همچنین نامی اشخاص و قبیله های بدخواه او کرپن، اوسیج، بند و دیگران آمدند که از فرارسی زندگی مقیمی، رواج و رونق زراعتکاری، گسترش آبادانی کشور، مذمت غارتگری و بدکرداری، کشتن چاروا و نابود کردن کشتها مواد فراوان تاریخی و مردم شناسی می دهد. زردوشت در عین حال پیشه کشاورزی و نگهبانی کشتها را ستایش نموده، مردم را به پرورش چاروا و گله هدایت می سازد و حاکم عادل و شهریاری توانایی را ستایش می کند که باشندگان ملکش را از غارتگران و بدکرداران ایمن بدارد. شبهه‌ای نیست که در گاتها دوره گذریش به زندگی مقیمی، گسترش پیشه دهقانی، رواج کشت و کار، آبادانی منزل، حفظ شهر و غیره تصویر شده. بعضی طایفه های آریایی از جمله نیاگان تاجیکان در قلمرو باختر قدیم به سطح بلند روزگار و روزگارداری مقیمی رسیده بودند. گرچند در گاتها نام دولت و قلمرو دولتداری به طور دقیق ذکر نشده باشد هم، از روی نام قبیله ها کوی، اوسیج، کرپن، فریان، پادشاه خیرخواه بلخ کوی گشتاسپ و وزیر او فرشوشتره، نام نیاگانی زردوشت خجتاسپ، سپیتمان، می توان گفت که دولت و دولتداری قدیمی باختر در نظر است، زیرا شهر بلخ پایتخت گشتاسپ آوازدار، نخستین حامی و پهن کننده دین و آیین و تعلیمات زردوشت بود. آتشکده های نخستین هم به قول مورخان عهد قدیم محض در بلخ بنیاد گذاشته شدند. علاوه بر این درگاه‌ها از حامی آتش مقدس اردیبهشت بارها یاد شده است که چون ایزیدی نگهبان آتش معبدها در بلخ، وخش، قبادیان، ترمیز، بخارا، سمرقند، مرو، نیسا و غیره پرستیده می شد و آیین افروختن آتش نوروز و از بالای آتش جهیده مراد طلبیدن نیز از همان روزگار به ما میراث مانده است. شنونده های گرامی، شما گفتاری هشتم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.